بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی، در رساله امام مالک رحمه الله تعالی قرار داریم. امام مالک در ادامه نصیحتایش میگه بدی را با نیکی پاسخ بده. اگه کسی به تو بدی میکنه، تو در مقابلش نیکی بکن، احسان بکن. زیرا به من خبر رسیده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: ایها السلمی اتق العقوق وقطيعة الرحم فإن في ذلك شيئا في الدنيا وتباعدا في الآخرة. ای سلمی، از نافرمانی پدر و مادر و از قطع رحم بپرهیز، زیرا این دو در دنیا مایه ننگ و بدنامی و در آخرت سبب دوری از رحمت الله می شوند. از پیامبر صلی الله علیه وسلم برایم روایت شده است که فرمودند: اشتکت الرحم الى الله عز وجل مما یقطعها. صله رحم یا پیوند خویشاوندی به درگاه الله شکایت کرد از کسی که آن را قطع میکنه. فرد الله علیها، الله تعالی برش فرمود: اما ترضین ان اصل من وصلکی و اقطع من قطعکی. آیا راضی نیستی که هر کس با تو پیوند برقرار کنه، من نیز با او پیوند برقرار کنم، و هر کس تو را قطع کنه، من نیز او را از رحمت و لطف خود محروم سازم و او را قطع کنم. در مورد صله رحم در حلقات قبلی هم بیان کردیم احادیثی که در این مورد آمده بود. حدیث دیگری بود که خواندیم: صله رحم به عرش الله عزوجل آویزان است و دعا میکنه، میگه یا الله، کسی که مرا واصل کرده به خودت واصل کن، کسی که مرا قطع کرد از خودت او را قطع کن. و صله رحم مرتبهش بسیار بالاست، بسیار بالاست. قبل از اسلام هم در عرب مسئله صله رحم زیاد مراعات میشد، بسیار زیاد. عرب ها این مسئله را زیاد مراعات میکردن. حتی یک نفری که از 5 نسب یا 6 نسب یا حتی 10 نسب به اونا میرسید یک جا میشدن، میگفتن که با اینها صله رحم داریم. این قسم مراعات میکردن. گروهی از عرب آمدن در نزد نبی صلی الله علیه وسلم، قریشی نبودن، لیکن نسبشان بعد از 10 یا 12 نسب با رسول الله یک جا میشدن. گفتن یا رسول الله، ما با شما قرابت داریم، در فلان نسب ما با شما یک جا میشیم، ما با شما پسر عمو هستیم، پسر کاکا هستیم. این عرب قدر این مسئله را مواظبت میکردن، قدر ارزش میدادن. و زمانی هم که اسلام آمد این مسئله را زیاد ارزش داد، زیاد برش اهمیت داد. احادیث زیادی در مورد صله رحم آمده است. از اون خاطر صله رحم را باید زیاد مراعات بکنیم، خصوصا کسی که مسلمان باشن، خویشاوندان ما، کسانی که به ما نزدیک هستن، آنها خصوصا اگر مسلمین باشن، یک حق اسلام برگردن ما دارن، یک حق صله رحمی برگردن ما دارن. زیاد سعی بکنیم، تلاش بکنیم که صله رحم را قطع نکنیم. ما آغازگر قطع کننده صله رحم نباشیم. ما از کسانی نباشیم که این رابطه خویشاوندی را قطع بکنیم. ما از کسانی نباشیم که فتنه را بین قوم و خویش، بین اقارب خود ایجاد بکنیم. ما از او کسان نباشیم. اما اگر کفار باشن هم باید صله رحم را مراعات بکنیم و این را به خاطر الله انجام بدیم که اجر داره، پاداش داره. صله رحم را به خاطر الله انجام بدیم. حتی کفار باشن، اهل فامیل ما، خویشاوندان ما اگر کفار هستن، صله رحم را با آنها مراعات بکنیم، مگر در یک حالت که آنها در دین ما غرض بگیرن، ما را آزار و اذیت کنن به خاطر دین ما. اگر در خانهشان بریم استهزا کنن به دین ما، سخنان زشت بگن یا توهین و تحقیر کنن، اگر سخن به این حالت برسه، باز او وقت خود را دور بگیریم از آنها، به خاطر که ضررشان بر ما میرسه، بر دین ما ضرر میرسانن، بر دین ما دشنام میزنن، استهزا میکنن. وقتی که ما را اذیت کردن به خاطر دین ما، باز او وقت بهتری است که خود را از آنها دور قرار بدیم، با آنها نزدیک نشویم. و الا بهتری است که صله رحم باید مراعات شود. نه بهتر بلکه واجب است، بلکه لازم است که صله رحم را باید مراعات بکنیم. و یک چیزی است که مرتبهش در نزد الله بسیار بالاست، بسیار زیاد بالاست. امام مالک در ادامه نصیحتایش میگه هرگاه به سبب چیزی خشمگین شدی، پاداشی را که الله برای فرو بردن خشم قرار داده است به یاد آور. الله متعال فرموده است:
والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. در صفات مؤمنین گفته است که آنانی که خشم خود را فرو میبرند و از مردم در میگذرند. از پیامبر صلی الله علیه وسلم برای خبر رسیده است که فرمودند من امتلأ رجل غیظا فکظمه لله الا ملأه الله رضوانا یوم القیامه. هر کس برای رضای الله خشم خود را فرو بخوره، الله در روز قیامت او را از خوشنودی خیش، از رضایت خیش بهره‌مند خواهد ساخت. این کسی که به خاطر الله خشم خود میخوره، به خاطر الله صبر میکنه، به خاطر الله اعصاب خرابی نمیکنه، صبر میکنه، در حالت خشم و غضب کلمات زشت از دهنش بیرون نمیشه، حرکات نامناسب انجام نمیده، الله عزوجل در روز قیامت او را راضی میسازه، بهشت را برش میده، درجات را برش میده که بندهش راضی میسازه. در مورد خشم و غضب و کنترل خشم و غضب، در مورد حلم، بردباری، کنترل خشم و غضب را گفتیم که یعنی حلم و بردباری است. در حلقه 5 در اونجا بیان کردیم و آثار و احادیثی که بود در این مورد خواندیم. در اینجا لازم نمیبینیم که بیشتر شرح بتم، در حلقه قبلی در حلقه 5 شرح دادیم. امام مالک در ادامه میگه هرگاه برای انجام کاری که موجب رضای الله است وعده دادی آن را زیر پا مگذار. سخنی را بر کسی وعده دادی، در او سخن گناه نیست، معصیت نیست، اما را انجام بده. و هر سخنی که مایه خوشنودی الله است بر زبان آوردی به آن وفادار باش و بر آن استقامت کن. سخنی را بر زبان آوردی که رضایت الله در آن سخن هست، وعده کردی به یک نفر، به یک شخصی وعده کردی که من فلان کار را میکنم، در او وعده کس خیر است و در او وعده، در او سخنی که گفتی رضایت الله هست، به آن وفادار باش و به آن استقامت بکن. و من خبر رسیده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند من تکفل لی بست اتکفل له بالجنه. هر کس 6 خصلت را برای من ضمانت کند، من بهشت را برش ضمانت میکنم. اول، اذا حدث لم یکذب، وقتی سخن گفت دروغ نگوید. و اذا وعد لم یخلف، وقتی که وعده کرد خلاف وعده نکنه، وقتی وعده کرد به وعدش وفا بکنه. و اذا اؤتمن لم یخن، و زمانی که امانتی به او سپرده شود خیانت نکنه. و غض بصره، و چشم خود را از حرام فرو ببنده، چشم خود را به طرف حرام نبره. و حفظ فرجه، و فرج خود را، شرمگاه خود را حفظ بکنه، خود را عفیف پاک دامن نگه داره. و کف یده، و دست خود را از آزار و ظلم باز بداره. همین 6 خصلت را اگر کسی انجام داد، نبی صلی الله علیه وسلم میگن من برش جنت را ضمانت میکنم. کسی که می 6 خصلت را ضمانت بکنه من برش بهشت را ضمانت میکنم. وفا به عهد، در کنار این که از صفات انبیا و صالحین هست، از صفات جوانمردی نیز گفته میشه، چون اسلام دین جوانمردی است، دین غیرت و شجاعت است. عرب به عهد و پیمان زیاد اعتبار میدادند، به آسانی غدر نمیکردند، چون خلاف جوانمردی میدانستند. از علتهایی که الله عزوجل آخرین پیامبر خود را از بین عرب برگزید، غیرت و شجاعتشان، جوانمردی و مروتشان بود. اما در ملت‌های دیگر هیچ چیز نبود. ما میبینیم زمانی که نبی صلی الله علیه وسلم بر مردم ابلاغ کردن، گفتن من پیامبر الله هستم، دیدیم که ابو طالب بزرگ بنی هاشم بود، در کنار نبی صلی الله علیه وسلم ایستاد شد و قبیله بنی هاشم در کنار رسول الله صلی الله علیه وسلم ایستاد شدند. سختی ها و اذیت ها و آزاری که بر نبی صلی الله علیه وسلم رسید بر بنی هاشم هم رسید، در حالی که در بنی هاشم همیشان مسلمین نبودند، همیشان مسلمان نشده بودند، تعداد کمی از آنها مسلمان شده بودند. لیکن مسئله جوانمردی و مسئله شجاعت و غیرت و همین مسائل بود که در کنار رسول الله صلی الله علیه وسلم ایستاد شدند، حتی کافر بودند. و شیب ابو طالب بسیار مشهور در سیرت که زمانی که مشرکین قریش بنی هاشم را محروم کردند، برشان قیودات گذاشتن یا از بعض چیزا محروم کردن، از تجارت و از کسب و کار و از خرید و فروش با اینها محروم کردن. این بنی هاشم در دره ابو طالب که در اونجا داخل شدن با نبی صلی الله علیه وسلم، سختی هایی که رسول الله می دیدن همه سختی ها بنی هاشم هم تحمل می کردن. سر به خاطر چی بود؟ به خاطر شجاعتشان، به خاطر غیرت و جوانمردی و مردانگیشان بود. و این چیزی که در بین ملت های دیگر نبود. بسیار کم پیدا میشد که قسم باشن پشت قومشان، پشت کسی که از خودشان از ایستاد شوند. شکستن عهد، غدر و خیانت از صفات منافقین است. چنانچه پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند آیت المنافق 3، نشانه منافق 3 چیز است. اذا حدث کذب، وقتی سخن گوید دروغ میگوید.
و اذا وعد اخلف، و زمانی که وعده میده خلاف وعده میکنه. و اذا اؤتمن خان، و وقتی امانتی به او سپرده میشه خیانت میکنه. به عهد وفا کردن از اساسات دین ماست، چنانچه معاذ بن جبل رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت فرموده: اوصیک بتقوى الله، ای معاذ تو را به ترس از الله وصیت میکنم، و صدق الحدیث، و راستگویی در سخن، زمانی که سخن میگفتی پس راست بگو. و وفاء العهد، و ای که به عهد وفا بکن. هر عهدی که دادگی هستی، عهدی که به الله دادی، عهدی که به رسولش دادی صلی الله علیه وسلم، عهدی که به مؤمنان دادی، عهدی که به کفار دادی، به هر کسی که عهد دادی، به مسلمان یا با کافر، به هر کسی که عهد دادی وعده کردی، به وعده به عهد وفادار باش. و بذل السلام، و به نشر سلام را در بین همدیگر نشر کنید. این را وصیت میکنم. میمون ابن مهران که تابعی است، از عایشه رضی الله عنها روایت های کرده و از بعضی اصحاب دیگر، او میگه: ثلاث تؤدی الی البر والفاجر، سه چیز است که باید نسبت به نیکوکار و گناهکار یکسان رعایت شوند. یعنی سه چیز است که در موردش با انسان بدکار باشه یا انسان خوبکار باشه به یک شکل باید معامله شود. الرحم تصلها برة كانت او فاجرة، صله رحم را بجا بیار. صله رحم را، رابطه خویشاوندی را بجا بیار. فرق نمیکنه که با انسان خوب باشه یا بد باشه. برادرت فاسق است، شراب می-نوشه، معصیت میکنه، لیکن برادرت صله رحم را به او بجا بیار. صله رحم را قطع نکن. همین قسم کسی که از نزدیکانت میباشه فسق داره، معصیت ها داره، حتی کفر و شرک داره، گفتیم که صله رحم را قطع نکن. صله رحم را با انسان خوب و با انسان بد مراعات بکن. مگر کسی که در دین تو آزار و اذیت بده، مگر کسی که دینت را دشنام بزنه یا تو را تمسخر بکنه یا تو را توهین و تحقیر بکنه، باز وقت از دور باش. والعهد تفی به للبر والفاجر، و همین قسم عهدی که میتی وفادار بمان. فرق نمیکنه که طرف انسان خوب باشه یا بد باشه. با کسی یک عهد دادی، وعده کردی، فرق نمیکنه اون مسلمان است یا کافر است، انسان خوب است یا انسان بد است، برش وفادار باش. نگو که چی است که من برش وفادار باشم، می کافر است یا قسم و قسم. لیکن نه، ایتو نباش. در بین داعشی ها مسئله غدر و مسئله خیانت و مسئله شکستن عهد بسیار زیاد است. داعشی های مسئله را زیاد اهمیت نمیتن، میگن که هر کس کافر باشه میگن عهدی وجود نداره، میگن هیچ عهدی بین ما و بین کفار نیست، در حالی که قسم نیست. یک عهد که به کافر میتی، به او عهدت، به او وعدت وفادار باش، حتی اگر کافر باشه، هر کسی که باشه. در مسئله عهد و در مسئله وعده چیزا کافر و مسلمان فرق نداره. والامانه تؤدیها الى البر والفاجر، همین قسم امانت را به صاحبش بازگردان. فرق نمیکنه انسان نیکوکار باشه یا بدکار باشه. یک نفر به تو امانتی سپرده، امانت را برش بازگردان. اگر اون نفر مسلمان است یا کافر است، هر کسی که باشه، به کسی امانت داد، امانت برش بازگردان. میبینیم در داستان هجرت نبی صلی الله علیه وسلم، زمانی که در مکه بودن، مردم امانت‌های را به نبی صلی الله علیه وسلم داده بودن، و زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌خواستن هجرت کنن، علی بن ابی طالب رضی الله عنه را گذاشتن، گفتن که من رفتم این امانت‌ها را به صاحبانشان بازگردان، تا مردم نگن که محمد به امانت‌های ما خیانت کرد. از او خاطر نبی صلی الله علیه وسلم قبل از بعثتشان، قبل از اینکه پیغمبر شوند، در بین مردم به صدیق و امین مشهور بودن، محمد امین میگفتن. اما کسی که عهد را میشکنه و بر پیمان خیانت میکنه، در احادیث به سخت‌ترین الفاظ نکوهش شده. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن: ان الغادر يقوم يوم القيامه ينسب له لواء فيقال هذه غدرة فلان. بیگمان پیمان شکن، کسی که به عهد خیانت میکنه، در روز قیامت برانگیخته میشه و برای او پرچمی برافراشته میگردد، سپس گفته میشه این نشانه پیمان شکنی فلان است. کسی که عهد با تو داشته، عهد شکستانده، دیده و دانسته عهد شکستانده، ای در روز قیامت در حالی آورده میشه و پرچمی برش نصب میشه، گفته میشه که ای پرچم کس پرچم خیانت فلانی فرزند فلانی است. در بین همه مخلوقات، در بین همه مسلمین در روز قیامت کسی آورده شود، گفته شود ای انسان غدار است، ای انسان خائن است، به عهد خیانت کرده است. چقدر سخت می باشد، چقدر سخت است، بسیار زیاد، چه رسوایی بزرگ می باشد. الله عزوجل ما را از رسوایی دنیا و آخرت نجات بده، خصوصا رسوایی که در آخرت باشه باز خطرناکتر می باشه.
عبدالله ابن عمرو بن العاص رضی الله عنهما میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن 4 من کن فیه کان منافقا. 4 خصلت است که هر کس همه آنها را داشته باشه منافق است. او كانت فيه خصلة من الاربع كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. و هر کس یکی از آنها را داشته باشه تا زمانی که آن را ترک نکنه صفتی از نفاق در او هست. اینا چی است؟ اذا حدث کذب، زمانی که سخن بگه دروغ بگه. و اذا وعد اخلف، و زمانی که وعده بده خلاف وعده کنه. و اذا عاهد غدر، و زمانی که عهد ببنده پیمان ببنده به آن خیانت بکنه. و اذا خاصم فجر، و هرگاه با کسی به نزاع برخیزه از حق و انصاف خارج میشه. با کسی جر بحث میکنه با شروع میکنه به دو دشنام دادن. این صفت از صفات منافقین است. وعده را خلاف کردن، به وعده وفاداری نکردن یا به عهد و پیمان کس اعتبار ندادن، عهد را شکستاندن، این صفات منافقین است. این صفات مسلمین نیست. نبی صلی الله علیه و سلم به عهدشان زیاد اعتبار میدادن، بسیار زیاد. و صحابه هم به عهد و به وعده و به این چیزا زیاد اهمیت میدادن، زیاد برش ارزش میدادن، بسیار زیاد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در هر عهدی که با کفار داده بودن برش خیانت نکردن، در هیچ عهدی خیانت نکردن. امام مالک در ادامه میگه هرگاه بر کار سوگند خوردی که موجب اطاعت الله نیست با آن عمل مکن و کفاره سوگندت را بپرداز. مثلا سوگند خوردی که فلان کار خیر را نمیکنم، میبینی که هم کارت کس گناه میباشم. سوگندی که خوردی سوگندت گناه هست، سوگندت گناه هست. یا مثلا نذر کردی که فلان کار خیر را نکنیم و این نذر درست نیست، در مقابلش کفاره قسمت را بپرداز. زیرا از پیامبر صلی الله علیه و سلم برای خبر رسیده است که فرمودن لا نذر فی معصیت الله، نذر در نافرمانی الله اعتبار نداره. و کفارتها کفارت یمین و نذر یمین، و کفاره آن کفاره سوگند است، زیرا نذر در حکم سوگند است. و در ادامه امام مالک میگه هرگاه بر کاری سوگند خوردی سپس دیدی که انجام دادن کار دیگر بهتر از آن است، همان کار بهتر را انجام بده و کفاره سوگندت را بپرداز. زیرا به من خبر رسیده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین فرمودند. یعنی در کار قسم خوردی، گفتی کار انجام نمیتون، دیده اما بعدش دیدی که این کار خیر است که انجام بدی، پس یک کار انجام بده و کفاره قسمت را بپرداز. اما نذر کردی یا قسم خوردی او را بپرداز، کفاره قسم را. کفاره قسم را الله عزوجل در کتاب خود بیان فرموده فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه. الله عزوجل میگه کفاره قسم اطعام 10 فقیر از غذای معمولی و متوسطی است که به خانواده خود میدهید، یا پوشاندن آنان یا آزاد کردن یک بدن. این 3 چیز. کفاره قسم در ابتدا این 3 چیز است. اگر میتونی 10 فقیر نان بده 2 وقت، صبح و شب. نانی که خودت میخوری به فامیلت میتی اما قسم نان، یعنی معمولی متوسط، نه بسیار بالا نه بسیار پایین. و اگر نان نشد برشان لباس بپوشان، 10 مسکین لباس بپوشان. و اگر ایم نشد برده را آزاد بکن. فعلا برده وجود نداره، همین 2 کار در ابتداست، در اول است. برادری که خواهری که قسم خورده باشه، قسمی که واقعا قسم درست خورده باشه، دیده و دانسته قسم خورده باشن، یا نظری کرده باشه که پس اون نظر خود بشکنن. گفتیم که نظر کرده فلان کار نکنه اما میبینه که اون کار خوب است که انجام بده، پس او را انجام میده، اما کفاره قسم خود باید بپردازن. گفتیم 10 فقیر نان میده 2 وقت، یا 10 مسکین لباس میپوشانن. فمن لم یجد فصیام 3 ایام. هر کس توان این کارها رو نداشته باشه، پیسه نداره، مال نداره که 10 مسکین نان بده یا لباس برشان بپوشانه، چیکار بکنه؟ فصیام 3 ایام، پس 3 روز را روزه بگیره. ذلك کفارات ایمانکم اذا حلفتم. الله تعالی میگه کفاره سوگندهای شماست هرگاه سوگند یاد کنید و آن را بشکنید. در ادامه امام مالک میگه از زیاده گویی و گفتن سخنی که میدانی حقیقت نداره بپرهیز، زیرا به من خبر رسیده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند 3 لا ينظر الله الیهم یوم القیامه. الله تعالی در روز قیامت به 3 گروه نظر نمیکنن: الامام الكذاب، حاکم دروغگو، خلیفه، امیر یا حاکم یا سلطانی که دروغ میگه بر رعیت خود، والعائل المزهو، و فقیر متکبر، و شیخ الزانی، و پیرمرد زناکار. این که در حدیث گفته شده که الله عزوجل در روز قیامت به حاکم دروغگو نظر نمیکنه. دروغ بد است، لیکن دروغ از حاکم مسلمان، از امیر، از خلیفه و از سلطان که باشه گناهش بزرگتر است.
چون وقتی بر رعیت خود دروغ میگه مردم را به چیزی امیدوار میکنه که در حال حقیقت نداره و این نوعی فریب دادن میباشه. دروغ یک فرد عادی با دروغ پادشاه، امیر، خلیفه و سلطان بسیار فرق داره، بسیار زیاد. از خاطر الله عزوجل در روز قیامت به اون نظر نمیکنه. و امام مالک رحمه الله در این نصیحت خود به هارون الرشید میگه، هارون الرشید در زمانش امام بود، یعنی خلیفه بود، به اون میگه که دروغ نگو. اگه دروغ گفتی الله عزوجل در روز قیامت بر تو نظر نمیکنه. و این نصیحت امام مالک نه تنها بر هارون الرشید، بر همه مسلمین هست. میدانی سخنی که حقیقت نداره، واقعیت نداره، پس او را به زبان نیار. حتی سخنی را که میشنوی، هر سخنی را که میشنوی نقل نکن. نبی صلی الله علیه و سلم در یک حدیث میگن که کفایت میکنه بر دروغگو بودن یک نفر که هر چیزی را که شنید نقل کنه. هر چیزی را که شنیدی نقل کنی، این خودش بر دروغگو بودن تو کفایت میکنه. و در این حدیث گفته شده که الله عزوجل بر فقیر متکبر نظر نمیکنه. فقیر متکبر کی است؟ کسی که خودش مال نداره لیکن اگه برش زکات بده نمیگیره، میگه من زکات خور نیستم، من صدقه خور نیستم، برو یک نفر دیگه پیدا که برش بده. یعنی فقیر متکبر است، خودش نداره لیکن متکبر است، زکات را نمیگیره، صدقه را نمیگیره. و شیخ الزانی، پیرمرد زناکار، زنا عمل بد است، لیکن کسی که در حالت پیری، چه پیرمرد باشه چه پیرزن باشه، در حالتی که سنش بالا رفته این عمل بد را انجام میده، گناهش بسیار بزرگ است. چون اگر همین گناه را یک جوان انجام بده، میگم خب جوان است، شهوت بر او غلبت کرده و همین کار انجام داده، لیکن اگه پیرمردی کار انجام میده بسیار زشت است و گناهش بسیار سنگین‌تر میباشه. امام مالک در ادامه نصیحت‌هایش میگه بر پدر و مادرت نیکی کن و در هر نماز آنان را به طور ویژه دعا کن، برایشان بسیار آمرزش بخواه و در دعا نخست برای خود دعا کن، ابتدا برای خود دعا کن، سپس برای آنان. زیرا ابراهیم علیه السلام در دعایش گفت که ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پروردگارا مرا و پدر و مادرم و همه مؤمنان را در روزی که بر حساب برمیخیزند مورد مغفرتت قرار بده. ابراهیم علیه السلام در این ابتدا بر خودش دعا کرد، سپس بر پدر و مادرش و سپس بر مؤمنین. از پیامبر صلی الله علیه و سلم برای خبر رسیده که فرمودند من سره ان ينسأ له فی عمره و یزداد فی رزقه فلیتق الله ربه ولیصل رحمه. هر کس دوست داره که عمرش طولانی شود و روزیش افزایش یابه، از الله بترسه و صله رحم را به جا بیاره. تا اینجا نصیحت امام مالک بود. الله عزوجل بعد از عبادت خودش ما را به احسان والدین امر کرده، چنانچه در کتابش گفته و قضى ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. و پروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. در این آیت می‌بینیم که الله عزوجل بعد از عبادت خودش به احسان به پدر و مادر ما را وصیت کرده است. در ادامه میگه اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اگر یکی از آن دو، پدرت یا مادرت یا هر دوی آنان یا هر دویش در کنار تو به سال خوردگی و حالت پیری رسیدن، در جوانی خب تو نیاز ندارن، در حالت مریضی و پیری در کنار تو قرار گرفتن، فلا تقل لهما اف، حتی کلمه اف هم به آنان مگو، ولا تنهرهما، و بر سرشان فریاد مزن. الله ما را اصلاح کنه، الله همین ما را اصلاح کنه و پدر و مادر خود احسان بکنیم. و قل لهما قولا کریما، و با آنان با سخن محترمانه و بزرگوارانه سخن بگو. اما در مورد دعای رحمت و یا طلب آمرزش از الله عزوجل و پدر و مادر از خود شرایط دارد. اگر پدر و مادر مسلمان باشند، برایشان از الله آمرزش و طلب رحمت کن، چنانچه الله تعالی گفته است و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، و بگو پروردگارا بر پدر و مادرم رحم کن چنانچه از خردی مرا تربیت کردند. اما اگر کافر باشند، میتونی در زندگیشان از الله عزوجل برایشان هدایت را بخواهی. اما دعای رحمت و مغفرت جایز نیست، نه در حیاتشان و نه بعد از مرگشان، چنانچه الله تعالی گفته است ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولی قربى. برای پیامبر و کسانی که ایمان آوردند شایسته نیست که برای مشرکان آمرزش بخواهند، هرچند از خویشاوندان و نزدیکشان باشند. الله عزوجل به پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازه نداد که به ابو طالب از الله تعالی استغفار بطلبند. الله تعالی اجازه نداد که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای پدر و مادرشان از الله عزوجل استغفار طلب کنند. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند فإن القبر الذي رأيتموني عنده قبر أمي آمنة بنت وهب.
همان قبری که مرا در کنار آن دیدید قبر مادرم آمنه دختر وهب بود. و اینی استأذنت ربی فی زیارتها فأذن لی، و من از پروردگارم اجازه خواستم که قبر او را زیارت کنم، پس به من اجازه داد. ثم استأذنته فی الاستغفار له فلم یأذن لی، سپس از او اجازه خواستم که برای آمرزش بخوایم، اما به من اجازه نداد. در این حدیث میبینیم که نبی صلی الله علیه و سلم میگن الله عزوجل بر من اجازه داد که به قبر مادرم برم، لیکن اجازه نداد که برش دعا کنم. دعای مغفرت را، دعای رحمت را برم اجازه نداد. اما در مورد استغفار ابراهیم علیه السلام و پدر کافرش، الله عزوجل درباره آن میگه که و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعده وعدها ایاه، و استغفار ابراهیم، آمرزش خواهی ابراهیم برای پدرش تنها به سبب وعده‌ای بود که به او داده بود. یعنی الله عزوجل برش اجازه داده بود. الله تعالی برش یک زمان را تعیین کرده بود، یک مهلت را تعیین کرده بود. الله تعالی پیامبر خود ابراهیم علیه السلام را نهی نکرده بود که برای پدرش دعای مغفرت نکنه. از خاطر دعا میکرد که ربنا اغفر لی و لوالدی، میگفت یا الله مرا و پدر مادرم را بیامرز. و به پدرش گفت که استغفرک ربی، و برای تو از الله تعالی آمرزش میطلبم. الله عزوجل پیامبر خود ابراهیم علیه السلام را نهی نکرده بود از این کار. از خاطر نبی صلی الله علیه وسلم زمانی که دیدن کاکایشان یا عمویشان ابو طالب وفات کرد، گفتن که استغفرن لک، گفتن برای تو از الله آمرزش میطلبم، مثلی که پدرم ابراهیم علیه السلام برای پدرش آمرزش میطلبید. در اینجا بود که الله عزوجل می آیت نازل کرد. آیتی که پیشتر خواندیم، الله تعالی میگه که از شأن پیامبر و از شأن مؤمنین نیست، شایسته ایشان نیست که برای مشرکین آمرزش بخواهند ولو کانوا اولی قربان، هرچند که از خویشاوندان نزدیکشان باشند. و باز الله تعالی جواب میده شبهه ابراهیم علیه السلام، میگه که ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعده وعدها ایاه، و آمرزش خواهی ابراهیم برای پدرش تنها به سبب وعده‌ای بود که به او داده بود. یعنی الله عزوجل را نهی نکرده بود. الله تعالی پیامبر خود ابراهیم علیه السلام را نهی نکرده بود که به پدرت استغفار طلب نکن. و ابراهیم علیه السلام به پدرش وعده کرده بود که استغفرک ربی، گفت که از پروردگارم در مورد تو مغفرت طلب میکنم. الله تعالی میگه فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه، هنگامی که برش روشن شد که او دشمن الله است، هنگامی که به ابراهیم علیه السلام معلوم شد که پدرش ایمان نمیاره، دشمن الله است، تبرأ منه، بیزاری جست. بیزاری جست یعنی چی؟ بیزاری جست یعنی دیگه استغفار طلب نکرد، دیگه استغفار طلب نکرد. بیزاری به این معنا نیست که تکفیر نکرده باشه، قبلا نه، قبلا تکفیر میکرد، براءت داشت، بیزاری داشت، لیکن در اینجا گفت دیگه استغفار طلب نمیکنم، دیگه استغفار طلب نمیکنم. ان ابراهیم لأواه حلیم، ابراهیم بسیار دعا و تضرع میکرد و بردبار بود. ابراهیم علیه السلام زیاد حلیم بود، بسیار بردبار، بسیار حلیم بود. از حلمش بود که زمانی که ملائک میاین که قوم لوط را عذاب بکنن، قوم لوط علیه السلام زشترین قوم، نجسترین قوم، خبیثترین قوم بودن. لوط علیه السلام را چقدر آزار و اذیت دادن، عمل فحشای مرد با مرد را انجام میدادن. ملائکه اومدن که قوم را میخوان عذاب بتن، ابراهیم علیه السلام شفاعت میکرد، میگفت عذاب نتن، میگفت در بینشان مسلمین نیست؟ پرسان که 100 خانه مسلمین نیست؟ گفتن نیست. گفت 70 تا 80 تا 90 تا آخر به 10 رسید. گفت 10 تا مسلمان در قوم لوط پیدا نمیشه؟ ملائکه گفتن نمیشه. باز در اینجا ابراهیم علیه السلام ساکت شد، چیزی نگفت. ابراهیم علیه السلام بسیار حلیم بود، بسیار بردبار بود، بسیار زیاد. این صفات اکثر انبیا بود، به جز موسی علیه السلام و به جز نوح علیه السلام. موسی علیه السلام دعا میکرد، میگفت یا الله این قوم هلاک، قوم نابود بکن، اینا ایمان نمیارن. و نوح علیه السلام قسم دعا کرد، گفت یا الله رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، گفت یا الله از کافرها در روی زمین هیچ چیزی باقی نگذار. نوح علیه السلام قسم دعا کرد انک ان تذرهم یضل عبادک، اگر اینا رو باقی بگذاری بندگانت رو گمراه میکنن. اما نوح علیه السلام و محمد علیه السلام و عیسی علیه السلام اینها از انبیایی بودن که بسیار حلیم بودن، بسیار زیاد. حتی به قوم کافرشان و آسانی دعای بد نمی کردن. نبی صلی الله علیه وسلم به مشرکین دعای بد نمی کردن مگر در حالاتی که آنها را زیاد اذیت و آزار رساندن، در اونجا دستشان بالا کردن، برای مشرکین دعا کردن. گفتیم که مسئله برائتی که در این ذکر شده است که فلما تبین له انه عدو لله تبرأ من، زمانی که بر ابراهیم علیه السلام معلوم شد که پدرش دشمن الله است برائت کرد. این برائت گفتیم به این معنی نیست که ابراهیم علیه السلام را کافر نمیدانست، العیاذ بالله، به این معنی نیست، بلکه به این معنی است که ابراهیم علیه السلام گفت دیگه به این آدم، به این پدرم دعای رحمت، دعای مغفرت از الله نمیکنم، از الله دعای مغفرت برش طلب نمیکنم.
اما این که آنها را تکفیر میکرد این چیزی که الله عزوجل در کتابش گفته. الله تعالی میگه که قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهیم والذین معه، همان ابراهیم و کسانی که با او بودن یعنی انبیا برای شما الگوی نیک هستند. اذ قالوا لقومهم، وقتی که به قوم خود گفتند انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله، ما از شما و از آنچه که به غیر الله عبادت میکنید بیزاریم. کفرنا بکم، ما به شما کافر شدیم. و در آیه دیگر الله عزوجل از ابراهیم علیه السلام نقل میکنه که به پدرش گفت انی اراک و قومک فی ضلال مبین، و پدرش میگه که من تو را و قوم تو را در گمراهی آشکار میبینم. الله تعالی از ابراهیم علیه السلام نقل میکنه که پدرش گفت اذ قال لابیه و قومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، زمانی که با پدرش و با قومش گفت که این تمثال ها، این مجسمه‌ای که خودتان درست کردین، اینها چی است که به گردش طواف میکنین، اونها رو عبادت میکنین؟ گفتن وجدنا آباءنا لها عابدین، گفتن پدرای خود دیدیم که قسم عبادت میکردن. ابراهیم علیه السلام میگه لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، امان شما و پدرانتان در گمراهی آشکار قرار دارن. آیات زیادی آمدگی است که ابراهیم علیه السلام را نشان میده از قومش، از پدرش برائت کردگی است. با قومش هم میگه، پدرش هم میگه که و اعتزلکم وما تدعون من دون الله، ما شما اعتزال میکنم از آنچه که به غیر الله میخوانید. و ادعو ربی، ما پروردگار خودم میخوانم. در آیات زیاد آمده است که ابراهیم علیه السلام به پدرش و به قومش میگه که من شما را در گمراهی آشکار میبینم، میگه من شما و از آنچه که به غیر الله عبادت میکنید بیزاریم. به همین قدر بس میکنیم ان شاء الله. ادامه نصیحت های امام مالک در حلقه بعدی ادامه میتین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك